به نام خداوند بخشنده و مهربان. چند روز پیش به دست من یک ثبت یکی از معرکه ها، یکی از توی های پنجکه افتاد که آن با بوزکشی تمام میشد. بوزکشی یکی از بازی های بسیار معمول در وادی زرافشان است و در بوزکشی واقعا جوانمردان بسیار نیرومند، متین و چابوک اشتراک میکنند و بسیاری آنها را در بین مردم همچون پهلوان، همچون جوانمرد، همچون شخصان خیلی نیرومند مردم احترام میکنند. و بعضی آدمایی هستند که اسبای بسیار خوب دارند، اسبای بهترین دارند که قیمتشان از گرانترین ماشین هم گرانتر است و خودشان چرباندازی کردن یا چاواندازی نمیتونند و همین چرباندازهای کسبی اسبای خودشان میدهند. و در هر معرکه‌ای که اگر اسب تو یک تحفه گیرد یا که یک هم روستای تو، هم دهه‌ای تو، شناسی تو قهرمان همین معرکه شود و پیروز شود، این باعث افتخار مردم می شود. اما در این توی من یک چیز دیدم که واقعا غیر چشم‌داش بود. همین معرکه بوزکشی را هم اشتراکی نه تنها خود رحمانوف، امام علی رحمانوف، بلکه اشتراکی اسب‌های، تاکید میکنم اشتراکی اسب‌های رحمانوف پسرش قریب این معرکه را ویران میکردند. در میدان اسب جناب عالی. در این معرکه مثلا گرانبازی، فریب، نیرنگ، مکاری ره نمی رود. اما صاحبان معرکه کوشش میکردند که در همین معرکه بیشتر اسب‌های امام علی رحمانوف و پسر رحمانوف رستم پیروز آیند. اسب‌های به نام کابرا، انوشیروان، اختر و درکان. برای به خاک پنجکن تشریف آوردنی اسب‌های جناب عالی پرزیدنت محترم یک تا سالم کلام شود، یک تا شتر، یک تا اسب، یک تا گاو، یک تا گوسفند، یک تا بوز 500 سومانی. بالاش به میپریخالت امریکا نزدیک امریکا $100 امریکا تماکا بوده پاکا تکی از من. چیزی دیگر این تملق‌کاری، خویمالی و پدخلیمی درجه عالی مردم بود که کوشش میکردند که به هر راه همین اسب‌ها پیروز باید. در یک لحظه ما میبینیم که وقتی اعلام میکنند که یک تحفه بسیار بزرگ را، یک اسب، یک شتر، یک گاو، یک گوسفند، یک بوز و 500 سامان در یک بار اعلام میکنند و برده بوز را که این غیر قاعده های بوزکشی است، ویران کردن تمام قاعده های بوزکشی است، برده به دست یکی از چپ اندازهای پسر رحمان رو میدهند. نسیم هم به یاردم که توصل برادمی یا اسب دیگه بر نمیشه نش بلند براد تکیه بلند بردار نشد یک خوش بای یک نشد فرق نشد فرمان نشد اینجا بیا بش کن نسیم بای بر اونجا نسیم گوش کنید نسیم همین یاردم کن چه نگه. و وقتی که به مره به کله این اسب میرسد چپاندازهای دیگر من بسیار خرسند شدم که آنها ناراضگی میکنند، آنها صدا بلند میکنند که این فریب شد. در میدان اسب جناب عالی
در میدان اسب جناب عالی اسب جناب عالی اسب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اسب رستمی موملی اسب پهلوان با نام اسرار پهلوان صاحبان معرکه مجبور میشوند که از سری نو اعلام کنند که این نوبت بازی ویران شد و نوبت دیگر باز این تحفه ها را از سری نو بار دوم میگذارند. یگان خیلی غربت نکنید میدانی پانچکن همین رو از غربت نشد همین سالیم از نو مونده میشود سالیم سرش همین که بوده دست بداد سالیم از نو میمونیم و شاهدانی حال نقل میکنند که این دفعه هم مردم را التماس میکردند که کار کنید که صاحب اسب رستم پیروز گوید و همین طور همون تحفه را یک شتور و یک اسب و یک گاو و یک گوسفند و یک بوز و 500 سامان را چپ انداز شخصی رستم صاحب میشود. هایکل چوانداز هایکل سعدالله چوانداز اینش چه شد سعدالله پهلوان اسب تخلصی چیه والاس اسب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانوف جسد برای اینا یگان مقدسات نیست. تجارت مردم میگیرن، خانه های مردم میگیرن، مردم بیگناه حبس میکنن مثل زید سعیدی و حتی در همین در سپورت هم در ورزش هم در یک معرکه هم میخواهم که حرامکاری ویرانکاری خیانت کنند. من تصور میکنم که اگر به جای اسب رحمانوف واوی رحمانوف باید مثاله رحمانوف باید تارتنک رحمانوف باید شبوش بدن رحمانوف هم باید این مردم اعلام میکنن که انا شبوش رحمانوف آمد انا شبوش جناب عالی آمد. این است بدبختی.